این نعمت افزون کنند. بنابراین ما هم امروز در روز زیبای قرار داریم که روز فراغت دانشجویان عزیز است و فراغتشان را تبریک و تهنیت عرض می‌داریم، چون اهل علم و اهل آگاهی کسایی هستند که خداوند او را صفت می‌کنند. یعنی کسی که خدا صفت کرده از حضرت به صفت دیگر همین آیت که قبلا خواندیم معنیش این است که آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند با هم دیگر برابرند؟ و او شاعر عرب زبان شعرش بیان آمد، مسلمان عرب در وصف اهل علم یک شعر سروده که ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى الله فخذ بعلم فعيش حيا به ابدا الناس موتى واهل العلم احيا. یعنی معنیش نیست که کو فخر، هیچ فخری نیست جز فخر است به اهل علم، کسایی که علم حاصل کردند. انهم علی الهدى لمن استهدى الله، کسانی که اهل علم هستند و دیگران شبیه به نور میمانند، شبیه به غروب میمانند، چون هر جایی که نور برود او تاریکی از بین میبرد. و کسایی که اهل علم هستند نور هستند و برای دیگران ادله و رهنمایان هستند. فخذ بعلم، فخذ بعلم، پس تویی که علم حاصل کردی، تویی که زحمات را به خاطر کسب علم دیدی، تو ببال با علمت و تعیش حیا به ابدا، با وسیله علمی که داری زندگی جاودانه بکن، چرا که الناس موتى، یعنی انسانی که در زندگیش فعالیت نداره، انسانی که از انسان بودن خودش آگاه نیست، انسانی که قدر خودش نمیداند، اینا در حقیقت مرده ها هستند. الناس موتى، این دنیای بزرگ پر از انسان هاست. انسانی که عزت خودش نمیداند و خود به دست خودکشی میکنه، قتل نفس میکنه، که به این معنی است که قدر خودش نداند. الناس موتى، انسان ها همه مرده ها هستند و تنها کسانی که زنده و جاودان هستند زندگی زیبا میکنند در فامیل، در خانواده و جامعه بستر خدمت میشه. اینا اهل علم هستند و اهل العلم احیا. بنابراین دوستان عزیز، خیلی زیاد خوشحال هستم که امروز در محفل فراغت دانشجویان عزیز قرار داریم و دانشجویان عزیز بدانند همه شما در سرکار و در جاهایی که